میرزا عبدالقادر بیدل فرمودند تسخیر پریزاد سخن آسان نیست، اینجا جگری سوخته افسون دارد. بینندگان عزیز و ارجمند، اینک در برنامه فرهنگی و فراغتی پیام صوت برای شما باز هم صحیفه کلید معنی را باز میکنیم. بیتی که ما امروز در سر معنی آن صحبت کردنی هستیم، بیت شیخ سعدی بزرگوار است که میگویند ز گوهر دهد لقمت ابر نیسان، اگر چون صدف پاک سازی دهان را. و در تحلیل عمیق این معنی به ما امروز هم دکتر علم فیلولوژیا استاد عبدالمنان نصرالدینов کمک میرسانند و یک بار دیگر تاکید میکنم که این لحظه ما پیام صوت را از کافدرای ادبیات کلاسیکی دانشگاه دولتی خوجند ادامه میدیم. اینک استاد محترم ز گوهر دهد لقمت ابر نیسان، اگر چون صدف پاک سازی دهان را. نخست برای همه بینندگان برنامه پیام سوخت و آنهایی که به درک معنی ها و مطلب های نفیس شعر کلاسیکی ما، ادبیات کلاسیکی ما محبت دارند سلام میگویم و درود بروان پاک شیخ سعدی میفرستم که این گونه بیت های پر حکمت را از روزگار خود تا زمان ما به ارث گذاشته است و ما میراثداران این معنی های ناب هستیم. ز گوهر دهد لقمت ابر نیسان، اگر چون صدف پاک سازی دهان را. منظور سعدی اونجا تاکید یک تعداد مطلب ها، معنی های ظریف است، معنی های خوب است و مهمتر از همه گفتم میخواهد که مانند آن که ابر نیسانی از دانه های نفیس خودش گوهر را تولید میکند، انسان اگر خواهد که یک نعمت سعادت در این دنیا کسب بکند، باید که دهان خود را از دروغ، از غیبت، از بدگویی، از هرزه گفتن، از دشنام و سخط گفتن، از تهمت و مهمتر از همه از لقمه های شبهناک و حرام پاک نگه دارد. اگر انسان این فضیلت ها را کسب کند، مانند آن که ابر نیسان برای صدف که پاکیزه است خطره نفیس خودش را نثار می کند و گوهر تولید می شود، انسان هم سعادت نیکی را پیدا می کند، سعادتمندی را در دنیا کسب می کند و باعث سرفرازی او خواهد شد. برای باز هم عمیق درک کردن این مطلب سعدی، ما اگر به بستان سعدی مراجعت کنیم، سعدی این مطلب را در یک قطعه بسیار زیبا بیان کرده است و مضمون اون قطعه هم همین است که یک خطره در ماه نیسان، در ماه نیسان این ماه رومی است، تخمینا با ماه مارت ما فصل فروردین موافق است و اون صدف اون باران، خطره باران که دریای عظیم را دیده در خجالت میماند که این دریا وقتی که هست من کیستم، این صدف او را اندر وجود خودش به جان پرورش میدهد تا منتها یک گوهر شود. اینا بهتر که خود قطعه را بگویم که سعدی خیلی زیبا گفته است. سخن خود سعدی باز من فکر میکنم که فهماتر است برای بینندگان ما. یکی قطره باران ز ابر چکید، خجل شد چو پهنای دریا بدید، که جایی که دریاست من کیستم، گرو هست حقا که من نیستم. چو خود را به چشم حقارت بدید، صدف در کنارش به جان پرورید، سپهرش به جای رسانید کار، که شد نامور لولوی شاهوار. بلندی از آن یافت کو پست شد، دری نیستی کوفت تا هست شد. اصل مضمون همین که همین یک قطره که از آسمان فرود آمده است، بحر را دیده است و گفته است که در نزد این بحر من کیستم، خیلی حقیر و ناچیز هستم و همین خاکساری و همین فروتنی و پسند
صدف شد و آن در وجودش آن را پرورش کرد تا گوهری شد. و اگر در بیت بالای ما به این معنی را مطابقت کنانیم، اینها کناری هم پسی هم آمدن. اصلا این مطلب ها ساده همون فضیلت های خوب انسانی را که اینجا در مثال یک قطره باران نیسانی گفته ایستاده است و انسان هم در نزد این کل موجودات عالم اصلا یک ذره بیش نیست و اون انسان سعادت پیدا میکند و آن انسان رستگاری پیدا میکند که پرهیزگار باشد و همین صفت های پرهیزگاری او باعث میشود که انسان سعادت جاودانه را کسب کند. از این خاطر ساده اون مطلب را که گفته است ز گوهر دهد لقمه ابر نیسان اگر چون صدف پاک سازی دهان را. استاد محترم، یعنی مطلب اساسی آن است که انسان دهان را از حرف ناپاک پاک دارد. بله. یعنی غیبت نکند، غیبت نگوید، یعنی تهمت نکند، دشنام ندهد. و یک سوال دیگر همین است که عادتا شاعران برای هرچی صحیحتر به مردم پیشکش کردن بیت خود از صنعت‌های گوناگون شعری استفاده میبرند و در این بیت کدام صنعت‌های شعری استفاده شده است؟ در اینجا تمثیل آورده است، حضرت سعدی تمثیل آورده است و اون قصهش را هم که بعداً گفتم و یک تشبیه های زیبا هم دارد، توصیف های هم دارد و تناسب خوبی سخن هست. 3-4 صنعت خوبی سخنوری باعث شده که کنار همدیگر بیایند. همین خیلی یک بیت زیبا را برای من و شما سعدی به این وسیله منظور گردانند. استاد محترم، میخواستم به شناخت عمیق معنی این بیت هم به ما کمک میرساندید که ظهوری ترشریزی گفتن به طفلی خدمتی پیر نکردیم، به پیری خدمتی طفل ضرور است. اصلا بهتر است که این شعرها را در کنار بیت های دیگرش کس معنی داد بکند، در متن معنی واضح تر میشد. آنچه در خود این بیت حاصل میشد مطلب آن است که یک نفر حالت یک نفر تصویر شده است که باید در جوانی خدمت بزرگان را میکرد، در خدمت بزرگان کار را انجام میداد و میگوید که ندامت حیف آن که ما وقتی که جوان بودیم خدمت پیر را انجام ندادیم، به ثبوت نرساندیم و حالا که به کمالات رسیدیم، به پیری رسیدیم، حالا هم امکان هست که ما کار بکنیم. خیلی کاری که مربوط به اکنون وقتی که در جوانی کاری خدمت پیران را نکردیم، در پیری میشد که برای جوان خدمت بکنیم، مثلا ارشاد بکنیم، برای او یک راهنمایی بکنیم، دستوری برای او بدهیم، همه خیلی معنی منظور میشد. ولی اگر در این کنار بیت های دیگر البته آورده میشد شاید باز بهتر باشد. این استاد محترم، اینجا یک نکته شاید برای بیننده های ما ناروشن‌تر باشد. اینجا ما زیر کلمه طفلی باید جوانی را هم فهمیم. اصلا وقتی که چی هست پیری آوردن اینجا جوانی منظور می شود. مثلا طفل گفته ما یک کودک نابالغ خیلی خردسال میگوییم که چی نیست، منظور تنها اون نیست، منظور مثلا یک دوره جوانی است و یک دوره پیری، دو دوره عمر انسان که در دوره مثلا جوانی خدمت این بزرگان را کردن به معنی از معرفت، ارشاد آنها، از راهنمایی آنها و خدمت خالصانه انجام دادن بهره مند شدن است. با این سوال به شما مراجعت کردن من به سبب نبود، زیرا که نفری که این بیت سعدی را به ما پیشکش کرده است با سوال با ما مراجعت کرده است که آیا کس در هنگام طفلی خدمت پیری را کرده میتواند یا نه؟ همینجا برای او ناروشن‌تر بود. امکان دارد که یک تعداد کلمه ها در شعر از معنی معمولی لغوی خودشان بیرونتر رفته معنی های فراختر را افاده کنند. اینجا هم مثلا طفل تنها یک کودک نابالغ مثلا ما معمولا 2-3 ساله های همه خیلی طفل میگوییم این نیست، بلکه در روبروی مفهوم پیر یک طفلی هست که این دوره تا جوانی را در بر میگیرد. تشکر استاد عزیز. بینندگان محترم، شما امکان دارید که در جریان هفته باز به ما با آن بیت های مراجعت بکنید که ما فهمیدنی در کردن معنی آن برای شما دشوار است و ما باز هم با آن بیت هایی که شما به ما پیشکش کردید با کافدره ادبیات
کلاسیکی دانشگاه دولتی خوجند نزد استاد عبدالمنان نصرالدینov میآییم و مشکل شما را آسان میکنیم. شماتان خوش بینندگان برنامه فرهنگی و فراغتی پیام صبح. شماره نوبتی عقیده و درخواست منظور شما. سخنور می فرماید یادگاری که از آدمی زاد است سخن است و آن دیگر همه باد است. خلق تاجیک از ازل مهر سخن را در دل می پرورید و احترام سخنسرایان را به جا می آورد. در این بابت وضعیت امروز چگونه است؟ آیا ما با سخن همانا محبت داریم؟ آیا ادیبان را همگی می شناسیم و آثارشان را مطالعه می کنیم؟ اگر که از معنی های بیکر دور افتاده ایم سبب چیست؟ چی باید کرد که ما به اصل خود برگردیم؟ ما با این سوال به شهروندان مراجعت میکنیم. بدل میگوید که هر سخنسنجی که خواهد صید معنی ها کند چون زبان می باید اول خلوت پیدا کند. بسیار شاعران نویسندگان درباره سخن راندند گفتند و امروز در حقیقت سخن در جمعیت ما موقع و جای خود را یافته است یا نیافته است و خوانندگان امروزه خصوصا در مکتب‌های همگانی و دانشجویان در دانشگاه‌های عالی به سخن اعتبار مخصوص میدهند یا نمیدهند؟ مضمون سوالتون به همین روانه شده است. دخترم، برای سخندان شدن پیش از همه بسیار مطالعه کردن در کار است. برای مطالعه کردن وقت یافته در کتابخانه ها بیشتر نشستن در کار است. من امروز اگر شما مقایسه کنید با سالهای پیشتره، سالهای 60 70 80 را مقایسه کنید، در آن وقت مردم به کتابخانه بیشتر شوق و ذوق داشتند. مردم حرکت میکردند که کتابی بسیار خوانند، کتابی بدیهی خوانند. یکی از راه‌های بازگردانیدن ترکیب لغوی انسان این خواندن اثر بدیهی است. اگر خوانندگان ما امروز هم در دانشگاه ها هم در مکتب های همگانی بیشتر به خواندن اثرهای بدیهی، اثرهای پوبلیسیستی و غیره اعتبار دهند، البته آنها سخندان میشوند. ولی صد افسوس که امروز عموما خواندن کتاب بدیهی قریب است که از یاد ما فراموش شده است. و ما هنگام در دانشگاه به درس ها در آمدن از دانشجویان میپرسیم که امسال شما چند کتابی بدیهی خواندید؟ اکثریت میگویند که نخواندیم. چاله که بزرگان فرمودند سخن جان است و جانداروی جان است مگر چون جان عزیز از بهره آن است. یعنی که سخن رو چون جان قدردانی کردند. امروز باشد ما میبینیم که بی‌قدری سخن، بی‌قدری به نسبت همین سخن دیده میشود در بین مردم، در بین جمعیت. و من میخواستم بگویم که بسیارتر مطالعه کنند، بسیارتر اثرها رو خوانند و نسبت آنانی که اثرهای خود را می نویسند بسیارتر با سخنهای ساده و فهمان نویسند که عموم فهم باشد. من فکر میکنم که ذوق معنی شناسی هر یک شخص باید از خورده صورت گیرد. از همه زیادتر باید مثلا خواننده ها را به مطالعه آورند. بیشتر سفارش داده شود که معنای اثری خوانده یا معنای شعر خوانده بیشتر از طرف خواننده ها، از طرف دانشجویان گفته شود. یکی از راه‌های خوب تشکل نطق شفاهی و هم نطق خطی این پیش از همه مطالعه است. هر هنر را از استادش می آموزند و استادان هنر ادیبان، دانشمندان، شاعران، نویسندگان به حساب می روند. از این نقطه نظر من فکر می کنم که یکی از زینه‌های بسیار هم مهمی آموزش زبان، سخن، ادبیات این پیش از همه مکتب است. و در همین بابت می خواهم یک اندیشه خود را نیز ذکر کنم که بسیار وقت در کتاب‌های درسی درباره ترجمه حال، زندگی نامه ادیب، موضوعهای آثار ادیب سخن می رود، نمونه اشعار آورده می شود، اما در آنجا تحلیل مصرع به مصرع وجود ندارد.
خواننده از شناخت معنی کلمه خب شیوای مضمون سازی خیلی و خیلی دور است. من فکر میکنم که همین هم سبب شده میتواند به آن که اکثر وقت خواننده ها ذوق درست معنی شناسی ندارند. گفتند زین پیش اهل علم به سخن جان سپردند، امروز هیچ کسی به سخن دل نمیدهد. واقعا امروز در جامعه که امروز ما زندگی داریم، امروز ما گویم نفس میکشیم، واقعا قدر سخن و دقت به سخن و سخنوری تا یک درجه کاسته گردیده است و این البته ما میدونیم یک دوره گذریش است، ولی چنانه که ما روز تا روز در بین جامعه دیده استادیم در حقیقت با سخن و سخنوری کم اعتبار داده می شود و گروه از آدمان میگویند که امروز جوانان ما کم کتاب میخونند، کم کتاب مطالعه میکنند و واقعا این راست است، خوب است و ما جوانان نیز این را دستگیری میکنیم. لیکن ببینید وقتی که ما کتاب های امروز، یعنی امروزه کتاب هایی که از نشر میبرایند، وقتی که ما میخونیم بسیار کلمه و واژه های نافهم هست، عربی اساس یا گوییم از دیگر زبان ها که تا درجه با اون فرهنگ، با اون دانشی کذایی که ما داریم مطابقت کرده نمیتواند و این باعث میگردد که ما از این گونه کتاب ها روی گردونیم، یعنی خوانده نمیتوانیم. خود یک قضاوت کنید که وقتی که یک کتاب را شما خواندید و کلمات عباره های آن را نفهمیدید، چگونه میتوانید اون کتاب را دوام دهید؟ خب از این لحاظ من یک چه داشتم، یک تکلیف داشتم، نویسندگان عزیز ما باز خفه نشوند از این سخنان یک بنده فقیر حقیر خدا، لیکن یک تکلیفات داشتم که زبانی که زبان‌های کتاب آنها تا یک درجه ساده روان باشد تا ما جوانان از این کتاب‌های آنها بهره‌مند شویم. ما صحیفه نوبتی عقیده و درخواست را با بیت زیرین سیدای نصفی جنبست کردنیم. سخن را نیست پیش اهل دنیا سیدا قدره، با این ناآشنا طبعان نبودن آشنا بهتر.